ما تو آژانس هواپیمایی کار میکنیم. با تمام چالش‌ها و سختی‌هایی که داریم عاشق کارمون و مسافرمون هستیم. ما تو آژانس مسافرتی کار میکنیم. اینجا اگه پرواز از طریق ایرلاین کنسل بشه یا تأخیر و تأجیل بخوره، مسافر با ما دعوا میکنه. ما تو آژانس مسافرتی کار میکنیم. اینجا از خرابی آسانسور هتل تا مسواک و سشوار نداشتنش رو گردن ما میندازن. ما تو آژانس مسافرتی کار میکنیم. اینجا مسافر ما رو مسئول صادر شدن یا نشدن ویزاش میدونه. ما تو آژانس مسافرتی کار میکنیم. اینجا مسافر انتظار داره بدون بیانیه واسش نرخ هتل و بلیط ثابت نگه داره. ما تو آژانس هواپیمایی کار میکنیم. اینجا مسافر فکر میکنه چون سفر رفته اطلاعاتش از ما بیشتره. ما تو آژانس هواپیمایی کار میکنیم. مسافرها فکر میکنن تمام هزینه‌ای که پرداخت میکنن سود آژانسه، نه هزینه سفرش. ما تو آژانس مسافرتی کار میکنیم. اینجا تا بخوای بری توی رزرو ممکنه در عرض 2-3 دقیقه چند میلیون نرخ پروازت اختلاف بخوره یا حتی ممکنه پروازت پر بشه. نمیدونی چه استرسی داره.